بچه هندوستان زوره تاجیکستان بلندتر بگو کجا زوره بلندتر بگو کجا زوره اوه تاجیکستان زوره حالا خدای مهربان داریم و چابک شدن نگاریم و از شهر هندوستان نقش آمد خدای دویم دیگه کسلی نبینه دویم صحت سلامت در خلق وطن خدمت کن رحمت با آدمایی که همین روی کردن خدا داشتون زیاد شد با اول زیادتر کنترل بینیم همین برادرایی که همین خدمت کردن ما بچه جان بردیم جاروی کردیم ما مینداری خیش باید میکنیم اول با همین سادگی که در 20 روز در همین خرابی رو بودیم خود با همین 2 درجان ختم بود بعد مسئولیت های همین خود قربان جان خیلی خیلی ما باید کردیم برادرها دستگیری کردیم برادرایی که در بیرون تاجیکستان بودن در تاجیکستان عزیز ما دستگیری کردن مینداری خیش رو باید میکنیم دیگه همین بچه جان ما رو جراحی کردن و خرسان چین گفتم که مثال تکرار نمیشه بیماری دیگه خودمونم 3 کس باید کردیم همین حضرت ها یا پاری سرم دا 3 توچکی مغزی سرم دا خون رفته گه خدمت همین میگه توبه کردن در کره سری وقتای نقض میشه شروع اول گفت که اول همون هندی گفت که خیلی 3 توچکی خون رفته نه دلیل چیزه بعد من گفتم که خیلی همه بودم میمرم خفام فرق چه خیلی مردم باشه هیچ گپ نیست نه گفت تو نمیمری آجی مثال اگر همین اعتراض توبه کنم تو سوز میشی خودت پدری ایشو بیزیخیه که برای هم دو بوده که کردگی همه چی در سرت پیدا شده اگر سری وقت توبات کنیم ما اینو نزنچه نمیکنیم دیدن امارتا کردن توموگرافی کردن دیدن گفتن که برای نمی در قربولا مثل که هم دکتر ادریس انا یکی در استقلال اون جا اونجا خرافتی دمو همون رو خوردن در کار همون چی نیست شو میگه ان شاء الله سلامتی برقرار میشه ان شاء الله همین کم ترجیح میکنیم سر در کردن میگه این حالی همین که برومادگیم دردی سرمو نفهمیدم برای در احاطه می خود دوستو اما این بچه جون باشه میگه یه بار دیگه آوردن در کار در چین 6 ما شما رو زنگ میزنیم میگم من همین کارتون اکن نشید خیر با خدا عذابو خاطر گفتن یه بار دیگه آوردن در کار میشه ما پروست میبینیم پادشاه تو خیر نصیب ان شاء الله میبینیم همین اگر همون برادرایی که رفتنی هندوستان اینو سادجون وقتی همون کمپانیا مدیکال سینو هسته با راهبری این همین فوتبال کوشونه اون مدیکال سینو با راهبری محمد ادریس و خواهرک عزیز ما شبنم جون بسیار خدمت‌های زور کردن در اونجا انا مینداری خیش برای همه همیا میرسونیم سلامت باشید برادران گوبوی مرگان نهایت یک روز شد که ما هم خرساندیم ای زمانی که احمد جان کسر شده بودن که ما قریب یکگان چی بگیم که زکیش هم نکردیم عموما پیشی ابیکتیو هم برامدن نتونستیم دیگه چهره خوشم دیگه نمیشید برای که یک برادری ما در غم گرفتار بود و خوشبختانه این روز ما احمد جان تن جان صحت سلامت دیدیم که با پاش بازی داره بازی کرده آمد و همه برادرها هم او برادری که اکی عبدالله دیاردم کردن مینداری ایثار میکنیم خصوصا این برادری عزیزمون اکی محمد جان که پدری شبنم هستند توانستن یک فرزند چنان تربیت کنند که او فرزند یعنی که شبنم دختر جهانی شود شوهر او ای خود هندوستان خواستگار آمده خواستگاری کرده و شبنم کلن کرده گرفته بردگان این روز خدمتی و یا تمام مردم تاجیکستان خصوصا اینم احمد جان که تمام یار و دوستا تمام تاجیکستان گرنگ شدی برای چی احمد جان کسل شده خوشبختانه با یاردمی همه شما و خصوصا فرما شبنم و برادرمان دکتر محمد ادریس این روزای خرسندی رسیدیم رحمت برادر عزیز هماتون ده ما دیدیم که ما چقدر اتفاق بده میتونیم اتفاقی ما رو معلوم میکنه الان که همیشه هم اتفاق باشیم انا بعد تاجیکستان پیش رفته میتونه تشکر زیاد مردم شرفمندی با ننگ و با ناموس تاجیکستان که امروز اکای عبدالله خرسندانه به وطن برگشت یک جهان تشکر به همه شما با یاردم شما با خیر کردگی شما با کمک شما اکای عبدالله با سر بلند رفت و با سر بلند به وطن برگشت از همه شما از همین زمین تو آسمان ما مینداریم رحمانی